به به، با سلام و درود خدمت شما همراهان پادکست رادیو تاکسیک. با این قسمت و همچنان با دوستم امیر در خدمتتون هستیم. این قسمت میخوام براتون درباره موفقیت صحبت کنیم و ببینیم موفقیت چیه و قراره که یه جنبه مناظره طور داشته باشه. من قراره سمت پوچی و تویی بودن رو بگیرم و امیر قراره سمت موفقیت رو بگیره و برداشتشم با خود شماست که قضاوت کنید. خب امیر میتونی سلام کنی بچه‌ها؟ خب منم سلام میکنم خدمت همه شنونده‌های رادیو تاکسیک. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن. در خدمت. من میگم زندگی همش به شکست منتهی میشه. یعنی شما هر کاری که تو زندگیت انجام بدی تهش اینه که باید پای برگه شکست رو امضا کنی. اصلا موفقیت جایگاهی فیک و توهم‌آمیز مثل یک مورفین آرامش میمونه برای انسان و هر چی میخواد برسه به اون موفقیت به هر نقطه‌ای که میرسه احساس میکنه که کافی نیست و کم بشه. جریان چیه؟ ببین تا جایی که من حالا مطالعاتی دارم در این زمینه، این حرف واقعا صادق نیست. موفقیت قله زندگیه، جایی که یک انسان رو نسبت به انسان‌های بقیه برتر قرار میده و اون رو توی یک لول دیگه نشون میده و بقیه رو تحت سلطه روانی و شاید هم سیاسی خودش قرار بده و خب این عامل زندگیه و شما نمیتونید اینو انکار بکنید که بگیم ما خب زندگی در نهایت به شکست منتهی میشه. به هیچ عنوان این گونه نیست. به عنوان مثلا شما فرض کنید 2 تا کلید میخوام برن توی مجموعه کلیدسازی، اون کلیدی که قفل بهتر، قفل بزرگتر و قفل‌های بیشتری رو بتونه باز کنه انسان موفق‌تری خواهد بود نسبت به اون کلیدی که نتونه قفلی رو باز بکنه. شما به این موفقیت نمیگید؟ آیا نمیبینید که چطور یک کلید میتونه قفل‌های زیادی رو بارور بکنه و شکوفه بده و تبدیل به درخت بشه و این درخت میوه بده و میوهش تبدیل بشه به حالا به حساب اون مواد اولیه معجون و وارد کمر یک فرد بشه؟ اینا همش حاصل قدرت خداوند و نعمتهای بزرگ خداونده. و چجوری ما بیایم اینو انکار بکنیم که بگیم زندگی به شکست منتهی میشه؟ شما همین فرایند تبدیل شدن یک قفل به یک موز رو بررسی بکن. کجای این جهان میتونی همچون موردی رو سراغ داشته باشی که اینقدر حیرت انگیز باعث بشه ما با حیرت به این مسئله نگاه بکنیم؟ آخه سوالی که داره واسه من ایجاد میشه اینه که اگه اون کلید یه قفل رو بارور کنه و اون قفل میوه بده و اون میوه تبدیل به مواد اولیه بشه و برگرده تو کمر یک نفر و باز اون یک کلید دوباره این رویه رو تکرار میکنه و خب این ما چه فرقی با گوسفند داریم؟ ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که قرار پویایی داشته باشه. اگه یک تکرار رو قرار انسان‌ها پشت هم انجام بدن، این یک شکست قطعاً. پیشرفتش کجاست؟ ببین پیشرفتش کاملا مشخصه. همینجوری که مثلا خرسای گریزلی رو شما اگه تو راز بقا نگاه بکنید، از 1000 سال قبل به یک گونه جفتگیری میکردن و همچنان دارن به یک گونه جفتگیری میکنن، اما انسان یاد گرفت که میتونه به رویه‌های جور و جور شروع کنه به جفتگیری کردن. یاد گرفت که به جای جفتگیری کردن میتونه فحش بده، میتونه مثلا به صورت مجازی با خانواده طرف، خواهر محترم و مادر گرامی صحبت بکنه بدون اینکه حتی بخواد اراده بکنه پاشه شلوارشو در بیاره بره خونه اون فرد و حالا مستقیم این کارو بکنه. خیلی راحت میتونه با چند کلمه و به گفته فروید این آغاز تمدن بود، اون جایی که انسان به جای اینکه شلوارشو بکشه پایین فحش ناموسی داد. همین پویایی زندگی رو میرسونه. شما مثلا بزن راز بقا شبکه 5 یا شبکه 4، میبینی مثلا یه قورباغه نشسته داره مثلا با کلیدش بازی میکنه، یا مثلا میبینی چند تا خرس گیریزی دارن با همدیگه بستنی آلاسکا میخورن. خب این همچون موردی به درد نمیخوره. ببین اونا همچنان دارن بستنی آلاسکا رو میخورن و این انسانه که تونست به جای اون بستنی آلاسکا شروع کنه با خانواده بقیه انسان‌ها صحبت بکنه و خب شور و شعف زندگی جنسیشو ببره بالا. همچنان اگه بخوام سمت تویی بودن رو بگیرم که واقعا خودم به این قضیه معتقدم که یه پوچی خاصی این دنیا رو فرا گرفته. یه جمله معروفی هست میگه اونی که خورد مرد، اونی که نخورد مرد، اونی که با کلیدش قفلا رو بارور کرد مرد، اونی که این کار نکردم
مرد. اگه قرار باشه ته همه این راهها و مسیرها به یک مسیر یعنی مرگ ختم بشه، اون موفقیت‌های انسان تو این دنیا به چه دردی میخوره؟ به غیر از اینه که بچه‌هاش بشینن براش بخورن. بله شما ببینید مثلا شما حالا خیلی نمیخوام دید تاریخی بهتون بگم، اما شما اگه بخواید خیلی دقیق بررسی بکنید، به عنوان مثال مثلا خب Bonnie S. Real اگه با همین رویه ادامه میدادن الان از بین رفته بودن، اما اونا با بارور کردن های قفل های متعدد و با نسل کشی مثل دستگاه جوجه کشی اونا اومدن زیاد شدن و این زیاد شدن باعث شد که همچنان دارید میبینید که دارن همچنان بارور میکنن قفل های سرزمین های با قدرت تمام. و خب این مسئله است، این مسئله همین انگیزه به زندگیه. شما قفل رو نگاه بکن، پویایی ازش میباره، مخصوصا حالا قفلایی که بعضی وقتی خود بزرگتر هم هستن، حالا باز بستگی به سلیقه داره. شما ببینید قفل مسئله اصلی این جهانه. همینجوری که مثلا اگه یه جوون بخواد از این جهان بره بهش میگن یارو قفلا رو ندید و رفت. ببین نگاه چقدر پویایی در این جمله هست. دقیقاً زندگی تبدیل میشه به همون یک کلمه و اون یک کلمه است که این زندگی رو معنادار میکنه. قفل و کلید، مثل یک قفل ساز و کلید ساز باید عمل بکنیم بعد از این مدت و قفل و کلید خودمون رو بسازیم، ازش مواظبت بکنیم که کسی این قفل و کلید ما رو ندزده یا مثلا حواسمون نباشه کسی این قفل رو به زور بازش نکنه. خیلی باید مراقب باشیم. ببین اینا همش انگیزه های پویاییه و ایشالله راهی بهشت ابدی شدن و ایشالله خب نتایج بعد از زندگی رو ما بهتره بررسی بکنیم که چقدر زیباست. معجزه های پیغمبر، معجزه های ائمه و دعوت ایشون از ما برای زندگی پسا مرگ و متافیزیک و انشالله که ما هم سفره بشیم با خیلی از پیغمبران ما و خب این دیدگاه معنای زندگی رو کاملا مشخص میکنه که ما بهشتی خواهیم رفت و بقیه در جهنم خواهند شد. بذار اینجوری بهت بگم، من معتقدم که انسان هر چقدر تو این زندگی کار بکنه، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی کشور خودمون، واقعا چقدر طول میکشه بخواد به یک جایی برسه. یعنی یه جوون 25 ساله 30 ساله کی به قفلش میرسه؟ ببین ما توقعمون رفته بالا آقا محمد، ما توقعمون رفته بالا. قبلا اینجوری نبود. قبلا یه دونه خانواده بودن با یه دست لباس، 15 نفر آدم با یه دست لباس زندگی میکردن. کل وعده های غذایی یک خانواده تبدیل میشد به یک وعده نمک میخوردن با نون. کجا ما الان این کارا رو کردیم؟ ما توقعمون از زندگی بالا رفته. پویایی زندگی رو توی موفقیت میبینیم، در صورتی که پویایی زندگی اصلا توی موفقیت نیست. پویایی زندگی در اون لحظاتیه که تو به آینده و زندگی پس از مرگ و بهشت ابدی فکر میکنی. اصلا شما نمیتونی بدون دریافتی از بهشت و حوریهای بهشتی، شراب بهشتی، عسل بهشتی، دیگه مثلا پوزیشن هایی که توی بهشت آزاد میشه. اینجا هنوز قفله، میگن حوریا میتونن از مثلا جهات دیگه هم استفاده بکنن که الان انسانا براشون قفله، میگن اونجا کامل آنلاکه. شما مثل فرض کن میخوای یه گیمو از استیم بخری، خب فول اکسس بهت میدن توی بهشت. اینجا مثلا این قسمتاش قفله و شما باید هی بری اچیو جدید باز بکنی، مثلا با آزمون خطا ببینیم مثلا این قفله بالاخره از اینجا باز میشه یا میره شکایت میکنه. اما اونجا همش آنلاکه، فول آنلاک شما در اختیارتون قرار میدن با تمام امکانات. همسایه پیغمبری دیگه، همسایه آدمای خوب دیگه، مثلا فروید بیناموس رو مثلا دارن توی جهنم آتیش میزنن به خاطر کشف ناخودآگاهش، به خاطر روانشناسیش. هایدگر سرب داغ میریزن توی یقش. چرا؟ چون این آدم کافر شد. شما معنای زندگی رو توقع تو بردی بالا از معنای زندگی. همینه زندگی، یه نون و نمک، یه تیکه نون خوش خوردن، یه لباسی هست میخواد مثلا داداشت بری بیرون در میاره تنت میدی به داداشت، خود لخ میشینی تو خونه صبر میکنی داداشت برگرده دوباره لباس از اون میگیری میپوشی میری بیرون. تمام این زندگی محمد میشه با 10 میلیون خلاصش کرد. یه دست لباس، 6 7 تیکه نون خوش، یه گونی نمک، زندگی رو میچرخونیم. ما نباید تسلیم دشمن بشیم، ما نباید گول دشمن و ناامیدی ها و پالسای منفی دشمن رو بخوریم. چرا متوجه نیستی؟ بذار یکم دنیایی بحث کنیم. ما که هرچی گفتیم شما ما رو به سمت آخرت اون دنیا بردید. چی میشه جدی؟ یعنی مثلا ورزش کردن یه فرد رو مثال بزن،
نمیدونم تحرکش، قهوه خوردنش، شادابیش تو زندگیش، خواب مناسبش، اینا چه تأثیری داره توی اون رویه موفق شدن و نمیدونم رویه سیر کردن قفلا و کل مسیر. اینا همش توطئه های دشمنه. اصلا جوانای قدیم اینجوری نبودن. جوانای قدیم قانع بودن. از صبح ساعت 4 صبح میرفتن سر کار تا ساعت 2 شب 2 ساعت میومدن خونه، با همسر بازی میکردن، ادامه میدادن، دوباره ساعت 4 صبح میرفتن سر کار، ساعت 2 برمیگشتن خونه، 2 شب 2 ظهر. نه، زندگی با ایناش که قشنگه. زندگی با اون بخیه هایی که تو توی مسیر هی باید بری درمونگاه بزنی، با ایناش قشنگه. رنگ خوشی توی این زندگی به والله پوچه. یعنی ما بخوایم بگیم یه آدم میره ورزش میکنه، خب به جهنم بره ورزش بکنه، به من چه؟ امیدوارم حجابش رو رعایت بکنه، من کاری به اون مسئله ندارم. ورزش بکنه به من چه؟ اما حجابش مهمه. این مهمه که انگیزش رو از بین نبره. الان مثلا شما خودتون به من بگید سوئد چقدر نرخ کشور اروپاییه، پر از امکانات و رفاه و فرهنگ، اما ببینید نرخ جووناشون دارن پرپر میشن، ناامیدن. چرا؟ چون اون دیدگاه اخروی نیست. این آمار ثبت شده است؟ کاملا دارم علمی صحبت میکنم. اینو از کتاب روایات های بعد از نهار حالا به هر حال کتاب من بعد پادکست ان خدمت تقدیم میکنم، حالا اشکالی نداره دیگه. منابع رو توی دیسکریپشن برای بچه‌ها می‌نویسم که از کجا صحبت کردیم. حالا به هر حال نشد اونجا هم من خدمت شما عرض میکنم دیگه. حالا بعد پادکست من الان یاد و خاطرم نیست، تو گوشیم نوشتم. ان شاءالله که من با سند و مدرک کاملا علمی مشخص میکنم که ما الان توی وضعیتی به شدت بهتر از کشورهای اروپایی هستیم و اونا رو به سقوطن و ما توقعمون رفته بالا، به خاطر اینکه اونا رو الگو قرار دادیم، پوچی زندگی رو از اونا یاد گرفتیم. چرا؟ چون اونا نمیدونن حضرت ابوالفضل یعنی چی، چون اونا نمیدونن حوری بهشتی چیه، لامصب اینا رو نمیدونن، جووناشون اصلا اینا رو نشنیدن. تا میخوای بری توی اونجا سوئد با یکی از جووناشون صحبت بکنی، یه زمین همکارای ما صحبت میکرد، میگفت رفته بودیم یه جا توی سوئد داشتن جوونا اعتراض میکردن، میگفتن ما میخوایم مسلمون شیم. میگفت 100 میلیون نفر هم داشتن شرکت میکردن تو سوئد. این اعتراضات بود بر علیه دولت اون کشور و همشون هم داشت سرکوب میکرد و سکوت رسانه‌ای محض. 5 سال پیش این خبر اومد، صداش بلند نشد. متوجه شدیم که اونا همشون میخوان ختنه کنن، میخوان مسلمون شن، اما کشورش اینا رو نمیذاشت، جلوشون رو میگرفت، میگفت نه این پوشش و این کاری که تو میخوای انجام بدی دروغه، گناه از لحاظ سیاسیه. و اینا جلوی قشر جوونشون رو میگیرن که پابند بشه به این اعتقادات ناب سیره پیغمبر. تو کلامت بالاخره ما زنده ایم. اگه به زندگی اخروی اعتقاد داری، پس قبول داری که مرگ و زندگی دست خداست و ما تا وقتی که زنده ایم باید تو این دنیا زندگی کنیم و بهترین رفاه داشته باشیم تا حداقل که میتونیم برای خودمون جور کنیم. و خدا هم گفته آسیب زدن به خودت گناه کبیره است و تو اگه موفقیت رو کسب نکنی و نتونی یه لقمه نون خوب و سالم به بدنت برسونی یا بیماریات رو درمان کنی و زندگی خوبی برای خودت بسازی، قطعا همین دیدگاه اخروی شما میره زیر سوال و اون فرد یه آدم موفق نه از نظر دینیه و نه از نظر دنیایی. اینجاست که باید چیکار کنه یه فرد تو اینجا الان نمیتونه وقتی که مریض شد بره دکتر پول درمونشو بده، با خودش رو به زری ببنده و خب زری هم که واسه همه بیماری‌ها آخه بیمهشون تحت پوشش نیست. کی همچون حرفی زده؟ کی گفته؟ ما بیمار داشتیم، تمام دکترای تایلند، ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل همشون جواب کردن، ایشونو بستن به زری، 5 دقیقه بعد خوب شد، پا شد جلوی همه سود زد و گفت من بهتر شدم، خدای شکر. کی همچون حرفی زده؟ این دروغای کیه شما این حرفا رو میزد؟ از کجاست؟ مگه شما زریح میدونید چه نسخه میپیچه واسه؟ اصلا نسخه میپیچه یا نه؟ چاکراهای زمین از روی مقبره امامان ما به روی آسمان ها بازه. روایات داریم ما در این باره. شما چجوری میای میگی که یک زریح نمیاد همچون کاری رو بکنه؟ این همه شفاعت، این همه بخشندگی، این همه صداقت، رفاقت، صمیمیت. واقعا ببینید خانواده این کلمات رو من کنار هم دیگه وقتی قرار میدم میبینم که خیلی واژگان سنگینی هن. اینا تعریف خدا نبود؟
منظورتون از خدا چیه؟ تعاریف خدا تعاریف به شدت عرفانانه و اینجا اصلا توی این پادکست جاش نیست که من بخوام صحبت بکنم. پس فقط این تعاریف صرفا در مورد شفا دادن یک مریض از طریق چاکراهای زمینی که روی ذری بازه. آقا تو فرض کن، آقا ببین گوش کن، چرا تو مقاومت میکنی؟ شما اگه دوست نداری حرف منو قبول بکنی قبول نکن، ولی دیگه لااقل به جوونای مردم اینا رو پادکست رو ضبط میکنی، اینا رو به جوونای مردم میگی، اونا رو دیگه برنگردون. شاید اون دختر خانم بالاخره گناهاشو پوشون، در قفلشو بس، سرشو گذاشت روی زمین، 4 تا چکه اشک ریخت، بخشیده میشه گناهان. شما با این حرفاتون دارید جوونای مملکت رو فراری میدید. این حرفا و این صحبتاست که اون جوون میره میکنه خودش از پنکه آویزون میکنه، پنکه قد میشه، از روی دیوار میفته زمین، میره اونجا با چوبی که حالا میکنه توی پاچه خودش کار خوش تموم میکنه. ما اصلا از این صحبت ها نداشتیم تا حالا توی این مدت زمان ها. تازگی ها یه سری ها میکروفون دست گرفتن شروع کردن به گفتن چرت و پرت و چرندیات. قبل از این ما از این بحثا نداشتیم. میگفتیم آقا پسر الان وقت دومات شدنه، آقا پسر میگفت چشم، میگفتیم بفرما، این گوی، این میدان، توپو بزن تو دروازه. آقا پسر میزد اوت، میزد کورنر. دیگه اینجاش ببین ما توپ و دروازه رو جلو هم دیگه برای این آدم گذاشتیم، خودش زد بالا. شما توپ و دروازه رو دارید با هم دیگه جابجا میکنید. شما دارید واسه این دروازه‌ای که ما دروازه خالی دادیم به اون پسر دروازه‌بان میذارید. 1 2 تا 3 تا از تو جایگاه تماشاچیان لیزر دارن میندازن تو ما تحت این آقا پسری که میخواد تازه ازدواج بکنه. چرا ازدواج رو سخت میکنی؟ آقا مگه با 500,000 تومان نمیشه زندگی رو گردون؟ آقا مگه چیه؟ بابا مگه ما پیغمبرمون چجوری زندگی میکرد؟ با یه دست لباس رفت خونه بخت، با یه دست لباس اومد بیرون. ما زندگی رو سخت کردیم، بعد میایم میپرسیم میگیم دنیا تاریکه، ناامیدیم، بریم قهوه‌مون رو بخوریم، بریم ورزشتون رو بکنیم. آقا حرفو نزن، حرفو زشت است، درست نیست. آقا ما الان مورد داریم با مای 200,000 تومان داره زندگی میکنه، خانومش خانه داره، 12 تا بچه داره. وقتی خدا میگه میرسونم، میگه یعنی چی؟ میگه یعنی تو دیگه عقلتو تموم بذار کنار، عقلتو ببوس بذار کنار، من برات تصمیم میگیرم. اصلا تو بیکاری، تو فقط اراده کن، ازدواج بکن، من میذارم سر راه. مگه حضرت مریم چه اتفاقی براش افتاد؟ ببینید قدرت خدا رو ما دست کم میگیریم. خیلی از جا فکر میکنیم همه چیزو میدونیم، همه چیزو میخوایم نگاه بکنیم، علمی هم که ما بس میکنیم شما قبول ندارید. ما میگیم آقا ذریح چاکراهای رو به آسمون داره، این سند و مدرکش، شما میگید نه ما سند و مدرک شما رو قبول نداریم. خب دیگه شما کافرید. پیغمبر با پیغمبرش حضرت موسی 40 نفر رو بیشتر توی زمان پیامبرش نتونست به دین خدا دعوت بکنه. چرا به نظرتون؟ به خاطر اینکه مردم قبول نمی‌کردن. شما داستان سلمان فارسی رو شما در نظر بگیر، چقدر این مرد شریفه. به نظرتون سلمان فارسی اگه امروز بین ما بود چی میگفت؟ میگفت جوانان ما رو فاسد کردن، با وفاق اونها رو روبرو کردن، فریبشون دادن. و من نمیدونم چجوری شما این حرف رو میزنی. شما الان یه نکته رو داری در نظر نمیگیری. همین که شما امروز اینجا دعوت شدی و داری تو این پادکست صحبت میکنی برای مردم و جملات اخروی رو میگی و میگی آدم هست با 200,000 تومان و 12 تا بچه داره زندگی میکنه، همچین موردی رو سراغ داری، شما به این توجه نمی‌کنی. همین امروزی که اینجا نشستی تقریبا 100 میلیون تومان امکانات جلوت، حداقل تو یه بخش کوچیکی از خونه که صدای امروز شما رو به گوش مردم رسوند. اگه این امکانات ها نباشه، این حداقل موفقیت ها نباشه، صدای امثال شما، حتی صدای منم نه، صدای امثال شما چجوری به گوش جامعه برسه؟ مگه چجوری پیامبر صداش رو برسون به بقیه؟ اونم هزینه کرد دیگه با پول حضرت خدیجه همسرش. نه آقای من، مگه جبرئیل پولی بود؟ جبرئیل که از آسمون نازل شد، از خداوند نازل شد به پیامبر. چرا جبرئیل هم مگه پولیه؟ جبرئیل فرشته اصلا پول کارش نداره. چی میگیم ما؟ چرا درک نمی‌کنیم؟ چرا ما بعضی از مسائل خیلی سرسری و راحت میگیریم؟ مگه آیت الله بهجت نبود؟ چرا ما باید بیایم اینجوری بحث کنیم بگیم که آقا شما به امکانات نیاز داری؟ کدوم امکانات؟ اینا که هیچ ارزشی نداره. زندگی اونجاست. شاید درکش واسه من و امثال من سخت باشه که معلومه که سخته عزیز من، معلومه که سخته. چرا؟ چون اصلا شما گوش نمی‌کنین به حرفای من. ما هرچی برهان و دلیل و معجزه نشون شما میدیم شما همه اینا رد میکنید. خب معلومه شما فریب خورده این، شما کاملا فریب خورده این.
رسانه‌های غربی، VOA و BBC و این ایران اینترنشنال. شما فریب خوردی عزیز من. چجوری شما این امکانات اصلا امکانات از کجا آوردی؟ شما به جای وصلی امکانات چی هستن؟ این چیه این جلوی منه؟ هر انسانی یا باید موفق باشه تو زندگیش یا حداقل باید یه احساسی از موفقیت بهش دست بده. یعنی حتی اگه از نظر دیگران اون فرد یک بازنده باشه، یه لوزر باشه یا یه آدمی باشه که وجهه اجتماعی قشنگی نداره، ولی خود اون فرد باید بالاخره تو یک مرحله از زندگیش یه احساس موفقیت نسبی دنیوی بهش دست بده. یعنی اون فرد اگر نون و نمک بخوره و یه دست لباس و مای 200,000 تومان، هیچ وقت قطعاً بهش این احساس موفقیت دست نمیده و احساس سرافکندگی میکنه. حالا شما میگی زندگی اونجاست، من قبول دارم زندگی اینجا هیچ ارزشی نداره که واسش تلاش کرد و به موفقیت رسید. نه تنها ارزشی نداره، بلکه اگر بیش از اون اندازه ما براش ارزش قائل بشیم از فکر و ذکر اون جهان و لذت‌های بهشت ابدی ما دور میشیم واقعیت. و خب این اصلاً خوب نیست. این دنیا مزرعه آخرت، ما باید در این دنیا بکاریم و در جهان بعد برداشت بکنیم و روز آخرت ما و این بینش جهانی ما نسبت به این پدیده که انشالله با ظهور حضرت مهدی و انشالله تشکیل حکومت قوی اسلامی برقرار بشه، انشالله که تمام جوانان ما در هر جای این کشور تماما اسلامی قرار دارن سالم و در پناه آقا امام زمان قرار بگیرن. به نظر دلیل اعتیاد چیه؟ من حتی همین اعتیاد رو هم بخشی از فشارهای روانی میدونم که یک فرد به موفقیت نمیرسه. یک فرد زندگیش نه خواست خودش میشه نه انتخاب خودش میشه. زندگیش میشه تماما اون جبری که اون موجودی که داری ازش نام میبری واسه ما قرار داده و آخرت ساخته و گفته اینجا شما باید جبر رو تحمل کنی، زجرشو بکشی و اون دنیا ما پاداشو بهت میدیم، اوری و قفلای متعدد و اینا رو بهت میدیم. ولی اون فرد به نظر من دلیل روی آوردن به اعتیادش دقیقاً تو همین بخشه، دقیقاً تو همین بخشی که این جبر رنجش رو داره میکشه. ببین یه بار من یه فیلم داشتم میدیدم تو شبکه 4، دو تا گراز داشتن جفتگیری میکردن. گراز اولی به گراز دومی گفت بابا برگرد منم یه ذره جفتگیری بکنم. اون گفت نه تو اول به من قول دادی، من فقط میخوام جفتگیری بکنم. تو چی؟ تو کسی هستی که جفتو میدی. زندگی دقیقاً همینه. شما اگه بخوای یه لحظه روتو برگردونی و از اون حالتی که جلو به زندگی نشستی پشتتو بکنی به زندگی، زندگی به راه نمی‌کنه و مورد عنایت قرار میده شما رو. و دیگه اونجاست که شما انشالله باید دوباره به همون رویه بیمارستان روبرو بشی. و خب این بیمارستان با بخیه و چیزای دیگه از شما استقبال میکنه و خیلی ناراحت کننده است. ما خیلی جوونا اینجوری داشتیم که از دست رفتن. مقوله پویایی زندگی و درک و فهم زیبایی‌های زندگی. شما یه دقیقه بذار شبکه 4 میبینی یه مانتیس نشسته روی یه گل داره پشه رو میخوره. ببین پویایی زندگی مشخصه کامل. شما کجا رنگ بویی از پوچی میبینی؟ شما یه دقیقه تلویزیون رو روشن بذار شبکه 3 میری برنامه فوتبال برتر، میبینی یه چند تا آدم دارن واقعا با تمام تلاششون سعی میکنن توی یک زمین سبز برنده بشن. رنگ سبز، کره زمین، پویایی زندگی رو شما یعنی درک نمی‌کنی؟ کدوم پوچی؟ شما قدرت‌های خداوند رو در نظر نمی‌گیری؟ ماه، خورشید، سیاره‌ها. چجوری شما اینو غفلت می‌کنید؟ چه جوابی برای اینا دارید؟ چرا زندگی پر از ناامیدیه؟ چرا واقعا؟ ما که جز پویای چیزی نمی‌بینیم. شما کافیه یه بار بزنید شبکه بازار، ببینید یه نفر یه خانم داره اونجا دستکش تولید می‌کنه، دستکش می‌فروشه. دستکش‌ها ضد بوئن. هر چیزی که باش میگیری دستت بو نمیده. دستکش‌های به شدت مورد نیازمون هم هست و باید هممون تهیه بکنیم. به خاطر که ما نیاز داریم به این دستکش توی این کشور. شما اگه دست بزنی به چیز دستت بو بده دوست داری؟ خب همین دیگه. نگاه کن ما از تولید داخلی باید حمایت بکنیم. تو کشوری که به دستکش بدون بو نیاز داره، دستکشایی که حتی جذب روغن داره. یعنی با دست چرب که می‌کنی این دستکش روغن رو به خودش جذب میکنه بعد از چند دقیقه و شما نیازی نیست بری دستتو بشوری. ببینید نگاه کنید ما به کجا پیشرفت‌های علمی رسیدیم. ما داریم خودکفا میشیم. شما اینا رو نمیبینید. شما بخشی رو میبینید که آره رونالدو داره توی زمین میدوه، قهوه‌شو میخوره، صبحانه یه ماشین خارج. ها اینا همش پوچی میاره. شما اون تولیدی دستکش که من دارم بهتون میگم نگاه کن.
سرمایه اولیه این خانم 0 بوده. الان 3 تا کارخونه تو 3 تا از شهرهای بزرگ ایران داره. یه دونه دستکش فقط تو خونه‌اش تونست تولید بکنه، همونو برد 3 تا کارخونه بهش دادن. خب ببینید اینا قدرت‌های خداونده. اگه این خانم از خداوند متعال نمیخواست و پویایی زندگی، اینکه این خانم اگه اعتماد به نفسش از دست میداد این دستکش تو خونش تولید میکرد، میرفت بذار گوشه اتاقش میگفت این دستکش، نه این دستکش پوشی رفت توی اداره‌های مختلف، ارگان‌های مختلف وایساد، بعضی وقتا هم نشست و بالاخره موفق شد چندین کارخونه بزنه. سرمایه‌دار ایشون 90% سرمایه این کشور مال این خانم. از کجا شوش از این دستکش؟ میگفت چی؟ یه جمله معروفی داشت، میگفت ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. خیلی ها هستن بدون دستکش این کارا رو میکنن. یه جوان 10 ساله بدون دستکش وارد یه ارگان میشه، چند روز بعد میبینی با این بوگاتی داره رد میشه. وقتی این پسر از ماشین پیاده میشه میبینی داره لنگ میزنه. این زحمتای اون پسر شما ندیدی، حالا یا از خستگی یا از مثلا چیزای دیگه. به هر حال ایشون اگه به این باور نرسیده بود که نمیتونه، الان کجا بود؟ الان نشسته بود کنج خونه، داشت قهوه‌شو می‌خورد و میرفت باشگاه. کی میره باشگاه؟ چرا اصلا باید بره باشگاه؟ ما نیروی ایمانمون قویه، ما باور داریم که این زندگی به شدت پرمعناییه. شما فرض کنید یه جوون صفری الان مثلا اینجا داریم من و شما هم صحبت میکنیم، همین الان شما تصمیم بگیر وارد شو، فقط کافی از خدا بخوای. شما نمیخوای و بعد میگی نمیشه. شما بخوا، اگه نشد با تمام وجودت بخوا، از کسایی که خواستن و شده کمک بگیر، از خونت بیا بیرون. حال دستت چند بار کثیف شد بشور، من کاری به این کارا ندارم. نمیدونم دیگه مشکلای دیگه برات پیش اومد، مثلا زخم بستر یا چیزای دیگه برات پیش اومد، درست میشه اینا. تو از خود بخواه از این زندگی برات در اختیارت قرار میده. طبیعت جوری میچرخه که اون چیزی که میخوای و بذاره توی سفرت. چرا ما همش ناامیدیم؟ یعنی داری میگی که ما موفقیت رو بر پایه دینی بررسی کنیم و از خدا بخوایم که ما رو موفق کنه؟ یعنی تلاشمون در راه دینی باشه که به موفقیت برسیم، تلاشمون در راه عملی باشه، بیزنس انجام بدیم که بالاخره یک موفقیتی برسیم؟ بیزنس نیازی نیست. بیزنس رو انشالله بچهای محترم انجام میدن. شما فقط توی همون امور پشت میزی اگه شما خیلی قوی باشی، انشالله هم کشور به رونق اقتصادی میرسه و هم شما به معنای زندگی، معنای واقعی زندگی میرسید و این پویایی زندگی رو نشون میده. هر زندگی هر لحظهش آقا محمد پویایی خالصه. شما فقط کافیه دماغتو بگیری روی زمین بو بکشی و میبینی چقدر بوی پویایی میده. کلا این زندگی بوی خوب، چشماتو قشنگ باز کنی، خورشید رو نگاه بکنی هر روز صبح، پاشی مثلا بری صبح نماز صبحتو بخونی، وضو گرفتی با یاد و نام خدا. اگرم میگم من واقعا همیشه بحثم دینی نیست، بحث علمی میکنم من همش. نمیدونم چرا شما همش میگید بحث دینی. چرا؟ مگه مشکلش چیه؟ من کاملا دارم علمی صحبت میکنم. شما کافی فقط دستاتو دراز کن از این جهان بخوای و انرژی های مثبت این جهان دور تا دور بدن شما رو فرا میگیره و روح و اون چاکرای هفتم شما رو به آسمان میگشاید. چرا؟ داشتم یه جایی میخوندم میگفت که زندگی مثل یک قهوه دمی میمونه. شاید طعم‌ها و رنگ‌ها و عطر و بوهای مختلفی هر چی که تو بخوای رو بده و داشته باشه، ولی در انتها آخرش تلخه و رنگش هم قهوه‌ای و مشکیه. مثلا اینجاست که بیس قضیه پوچه و ما میایم با یک سری رنگ و بوهای خیالی فقط سرمون رو گرم میکنیم، تایممون رو میگذرونیم. چون همون بحثی که اول پادکست شد اینه که توی سیرکل، توی لوپ پوچ گیر افتادیم. ما کاری که بابامون کرده، بابامون کاری که پدر بزرگش کرده و این دنیا عملا رو به پوچیه. و موفقیت چی بگم؟ مثلا موفقیت اینه که اسمت بمونه، بشی ابوالقاسم فردوسی، بشی حافظ، بشی دکتر سمیع، بشی بزرگان تاریخ که اسمشون مونده. خب اونم بالاخره چیزی نیست که گیر خودت بیاد. یعنی شما از اسم خودت که داری سودی نمیبری، اسمت میمونه و یه عده آدم اگه یادشون بیاد اسمتو میاره. در غیر این صورت حتی کسی اونم اسمتو نمیاره. حالا علمای ما که کتاب دارن هم اگه شما خودت بخوای بررسی بکنی، همیشه یه عالم دیگه‌ای هست، همیشه یه مرجع دیگه‌ای هست که یه کتاب بهتر داره و فضیلت‌هاش باب میل مردم تره و مردم میرن
اون فضیلت ها رو انتخاب میکنن. پس موفقیت نه اینجوریه نه اونجوریه، یعنی یه چیز میتونیم بگیم نسبیه، ولی خب در انتها هر کس تو یک زمانی حذف میشه و یک آدم بهتر میاد جاش. پس موفقیت صرفی وجود نداره. آقا شما مگه اعضای خانواده رو مگه بعضی وقتا از دست نمیدیم؟ هممون پنجشنبه ما چیکار میکنیم؟ خود بگو. میریم دور همه، میریم بهش زهرا. خب ببین کسی که از این جهان میره که نمرده، اون داره هر روز کارهای ما رو میبینه، غذا خوردن ما رو، زندگی کردن ما رو، صبح بیدار شدنهای ما رو، همه رو داره میبینه و نظارت داره و دلش تنگ میشه برای ما هر از جنگایی و دوست داره ما پنجشنبه بریم پیشش و بهش یه سری بزنیم. چرا ما این کارو میکنیم؟ چرا سفارش شده که شبای جمعه برید؟ چرا؟ چون شبای جمعه شبای چیه؟ شبای خیلی مهمیه. همه توی خیابونن، همه تو قفل‌سازی و کلیدسازی هن. اون شبه که اون مرده برا میخونه ما رو و میگه بیا به یاد من باش، اینو همش فانیه و تو زندگی خواهی داشت پر از فراز و نشیب در آن سوی این زندگی. و این همون دیدگاهیه که به زندگی شور و شعف میبخشه، تو نیروی مثبت بده به این جهان، تمام عالم بهت نیروی مثبت میده. صبح میخوای پاشی بگو به به زندگی چقدر خوشگله، بگو زندگی چقدر تمیزه، چه بوی خوبی میاد، چقدر من این زندگی رو دوست دارم، هر جا نگاه میکنم زیباییه، تلویزیون رو روشن میکنم میزنم شبکه خبر میبینم دارم گل به هم دیگه میدن. تو اینو رو باید ببینی، اینو با چشم دل دیدن داره. درست اوضاع خوب نیست، درست میشه، حرف رو نزنیم. ما باید انرژی مثبت بدیم به دنیا. این درخت‌ها، این دیوارا، اینا همش گیرای انرژی هن، منتظرن ببینن ما چی میگیم، صدای ما رو میشنون. این صندلی، این پنکه صدای ما رو میشنن، تو باید باشون صحبت کنی، انرژی مثبت تو این جهان پخش کنی، به جایی که بشینیم از این حرفای ناامید کننده خیالی پوچه غرب زده بگیم. ما باید با پویایی با این زندگی برخورد بکنیم. صبح بلند میشیم با انرژی کاملا مثبت، تکمه شیر آبو میزنی، یه دوش میگیری تر و تازه تمیز، میگی چقدر من خوشگل شدم. روزی 3 بار هر روز از خودت تشکر میکنی بابت کاری که برای خودت میکنی. یه لیوان آب میخوری از خودت تشکر کن، بگو بدنم بهت آب دادم، این آب حیاته، این همون چیزیه که تو رو زنده نگه میداره در این جهانه، به شدت خیلی خوب و خب خیلی خوشبو. آد کلونتو بزن، برو بیرون، نگاه کن، همون تو در رو باز میکنی میبینی همش آدم و هم سطح، زندگی به شدت مثبت، پالس مثبت داره ریخته میشه دیگه، کودکانه کاری وجود نداره، همه با هم سطح و برابر، همه با هم دیگه رو دوست دارن، کسی دیگه به این دروغ نمیگه. اینا همش برمیگرده به خود آدم. تو انرژی مثبت تا حالا دادی واقعا امتحان کردی که نتیجه نگرفتی؟ تو یه روز پاشو به تلویزیونت انرژی مثبت بده، انرژی بهت میده تلویزیون. مأمور برق صبح میاد در خونه، در رو باز کن، بگو به سلام عزیزم چقدر منتظرت بودم. صحبتا رو ما میکنیم که با انرژی مثبت. مأمور گاز میاد براش یه لیوان آب ببر، بگو من چقدر تو این روز منتظرت بودم، به والله که اون لبخند میزنه، به والله که اون خوشحال میشه. تو انرژی مثبت تو ببخش به بقیه، جهان رو بهت باز میشه، گلها بهت شکوفه میکنن، تمام انرژیای مثبت رو از سطح خورشید مجذوب خودت میکنی و تو تبدیل به یه تکه نور میشی و همه تو رو نورانی میبینن. چرا اینقدر دید پوچ نسبت به این زندگی داری؟ صحبتاتون حالا نمیدونم برداشته که به عهده خود مخاطبه، ولی بخوام یه سمت دیگه زندگی رو اگه بخوام بررسی کنیم میرسیم به شانس و موفقیت. مثلا شما حالا با این دیدگاهی که نسبت به این زندگی انقدر دیدگاه مثبتی داری و تو جامعه زندگی میکنی که فکر کنم من زندگی نمیکنم، یعنی حداقل اون پالسای انرژی مثبتی که میگه هر روز تو صورت آدم میخوره، یا اون مأمور برقی که شما منتظرشی، یا خیلی مسائل مثبت اندیشانه‌ای که شما راجبش فکر میکنی و احساس میکنی اینا وجود دارن. من میخوام بگم که کلمه‌ای به اسم خوش شانس و بد شانس شما اعتقاد داری؟ به هیچ عنوان. شانس اون انرژی درونی که ما به اون چیز میبخشیم، ما به جهان میدیم. اگه یه وقت کار من لنگید با این که مثلا مأمور برق اومد تو بهش گفتم عزیزم من منتظر بودم، مأمور برق اومد تو شهر باشه در آورد، اشکالی نداره، این به خاطر بوده که نیت من بد بوده، سری بعدی بهش میگم و سری بعدی بهش میگم، اینقدر بهش میگم تا بالاخره بگه عزیزم دستت در نکنه.
اینجاست که اون زندگی قشنگ میشه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، انرژی مثبت تو بده، جهان رو بهت باز میشه. دریچه های قدرت، 7 قانون قدرت کتابشو خوندی؟ کتاب به شدت قشنگیه. این کتاب به تو یاد میده که چجوری با موفقیت این جهان رو سپری بکنی. آخه یکی از قانوناش این بود که از نقطه ضعف طرف مقابلت یاد بدون چیه و از اون برله خودش استفاده نه شما کتابو بد متوجه شد. چی میگه اصل کتاب؟ اصل کتابو مولوی میگه. چی میگه؟ میگه نقطه ضعفای بقیه رو بپوشون، یه جوری هم بپوشون که دیگه باز نشه. نقطه های خالی کسی رو میبینی سریع انگشتو بکن اونجا کسی نبینه. اینجاست که اگه یه روز خودت نقطه ضعفی ازت پیدا شد، یکی میاد انگشت میکنه تو اون نقطه ضعفت، دیگه نقطه ضعف نداری. یه پسره داشت شنا یاد میگرفت، رفیقش داشت غرق میشد، دست کرد یکی از نقطه ضعفاشو گرفت، داشت غرق میشد. پسره زنده موند. یه روز افتاده بود توی دریا، توی یکی از این سواحل آفریقایی، داشت غرق میشد. یه کوسه هم داشت میومد نزدیکش. ببین میگم انرژی مثبت یعنی اینا. ببین داشت غرق میشه توی دریا، یه کوسه بزرگ دنبالش بود. یکی از آدمخوارای اون جزیره دست کرد نقطه ضعفی که داشت این شنا میکرد، داشت غرق میشد و پوشوند. این آدم روی آب وایساد. بعدشون آوردن توی خشکی، بزرگش کردن، مرتبش کردن. درسته که ما بعدی چند وقت نتونستیم خبری از این آقا بگیریم، اما نگاه کن قدرت انرژی مثبتو. غرق نشد. ببین اگه اون روز اون کارو در حق رفیقش نمی‌کرد، به نظر تو اون آدمخوار میومد جلو اینو بگیره که غرق نشه؟ الان خوراک کوسه ها شده بود. میدونی چقدر مهم انرژی مثبت؟ ما از این دید بهش نگاه نمی‌کنیم. الان خوراک آدماشو نه، فقط خبری ازش پیدا نشه. فقط خبری ازش نیست. میگن چند بار بهش تماس گرفتن جواب نداده، چون میگن خیلی ترسیده بوده، احتمال داره خواب باشه تو جزیره. آدمخوارا سالمه، حالش خوبه، آدمای خوبی بودن. ضعف یورو رو پوشونده. اون آدمخوار به اون آدمخوارش فهمید باید ضعف اینو بپوشونه. من تو نفهمیدیم. به اشعار مولوی دسترسی داشته اون آدمخوار یا یه چیز غریزیه می‌خوای؟ ببین انرژی مثبت همه جا هست. توی دریا، توی جزیره آدمخوارا، تو تایلند، تو ترکیه، تو مسکو، تو نمیدونم سواحل برزیل، تو ایران، همه جا انرژی مثبت هستن. منابع انرژی در دسترسه و ما باید اینا رو جاذب اینا باشیم به جای دافع. اگه ما انرژی منفی بگیریم، ضعفای بقیه رو انگشت نکنیم تو ضعفای بقیه که بپوشونیمشون و طرفو غرق بشه، خب اونجا ما خوراک کوسه میشیم. امروز تو جلوی ضعف یه نفر رو میگیری، دنیا جلوی ضعف تو رو میگیره. مثلا ما یه دونه مثال دیگه داشتیم، توی هنگ کنگ این اتفاق افتاده بود. یه دختر کبریت فروش، کبریتاش بارون زده بود، کبریتاش خیس شده بود و نمیتونست روز کبریت بفروشه. مجبور شد بره توی یه کافه و با صاحب کافه صحبت کرد. گفت من امروز کبریتام خیسه، میخوام یه کاری کنم کبریتام خشک شه، من گرفتارم، من پول لازم دارم. صاحب کافه اومد کبریتاشو گرفت، خشکشون کرد، بهش کبریتای نو داد، دختر شلوارش کشید، برو از مغازه اومد بیرون. ببین قدرت انرژی مثبتو. سال بعد همین آقا برنده جایزه لاتاری شد. آقا قدرتو، انرژی مثبتی که به اون دختر بخشید توی اون لحظه که کبریتاش خیس شده بود، اونو به کجا رسوند؟ هر روز بلند میشد این آدم روی در دستشویش مینوشت چی؟ رو در دستشویش که هر روز میخواست بره مینوشت من لاتاری رو میبرم. اینقدر خوندینو که خدا گذاشت توی کاسش، جهان گذاشت توی کاسش. حالا از سرنوشت اون دختر که کبریتاشو فروخته درست خبری بالاخره پیدا نشد، هیچ وقت کبریتاشو نمیدونیم فروخت یا نه، اما ببین این آدم به لاتاری رسید به خاطر اون انرژی مثبت. قطعاً به خاطر اون انرژی مثبت. ما هر چی که به دنیا بدیم دنیا همونو به ما میده. هر چیزی شما به دنیا بدی دنیا همونو بهت برمیگردونه. اینقدر دنیا مهربونه بابا. و ما میگیم که ناامیدیم، ما بریم نمیدونم حالمون بده. کجا حالمون بده؟ فقط کافیه چشامون رو باز بکنیم، نواحی قدرت و چاکراهامون رو باز بکنیم، هوای تمیز رو تنفس بکنیم، بوی خوب. شما که انقدر این دنیا رو مثبت اندیش نگاه کردی، میشه جواب این سوال آخر من رو هم بدی؟ عمر مفید یک انسان باید چقدر باشه؟ عمر مفید انسان دست خودشه، دست انرژی هایی که به این دنیا میده، نسبت
اون انرژی که دوست داره در این جهان زندگی کنه است. شما هر چقدر دوست داری میتونی در این جهان زندگی کنی. کسی شما رو به هیچ عنوان مجبور نکرده، به هیچ عنوان. شما با خواسته خودت اومدی و میتونی از اینجا لذت ببری، از این دنیا لذت ببری. چرا؟ عمر مفید نداره انسان. عمر مفید هر انسان به میزان مثبت بودن انرژی و قدرت مثبت اون فرد در جهان. مرسی از صحبت‌های خوبتون بچه‌ها، مرسی از اینکه گوش دادین. عاقبت این قسمت اینجوریه که خودتون تصمیم میگیرین دنیا رو به چشم استاد امیر نگاه کنید یا به چشم بنده حقیر، ولی امیدوارم که هر جا هستین سالم باشین، تندرست باشین، حرفای ما رو حداقل به گوش بقیه دوستاتون و هر کسی که احساس میکنید به دردش میخوره برسونید. با این جمله تموم میکنم پادکست این قسمت رو. اگه یه روز صبح از خواب بیدار شدی و دیدی هیچ جا درد نمیکنه، بدون مردی. خدا نگهدار.